بنابراین شیخ الاسلام رحمت الله علیه وقتی که بار هفتم زندان شدن در زندان قلعه دمشق گفتن که لو استدبرت من امری ما استدبرت ما اشتغلت الا بالقرآن، اگر من گشته جوان می شدم، گشته دوباره به دنیا می آمدم، ما اشتغلت الا بالقرآن، غیر قرآن به دیگر علم ها مشغول نمی شدم. شیخ الاسلام در مذهب حنفی حنفی ها را گذاشتند، در مذهب حنبلی حنبلی ها را، در مذهب مالکی مالکی ها و در مذهب ظاهری ظاهری ها را، در مذهب صوفی صوفی ها را و در مذهب اشاعری و ماتوریدی آنها را و در مذهب شیعه شیعه ها را و در تمام مذاهب باطل آنها را گذاشتند. حتی در مسئله های دنیا در علم طب از ابن سینا خطاگی های عظیمی که میکرد یافتند و آنها را طعنه کردند و حتی از آن افلاطون و ارسطو که اساسگزارهای علم کلام و علم فلسفه و منطق بودند و 1500 سال پیش از میلاد حضرت عیسی به دنیا آمده بودند فلسفه آنها را شکستند. در هر یک علم امامهای آن علم را شکستند و عیب آنها و خطاگی آنها را یافتند. چه خیلی که گفتند که لیس سیبویه نبی فی النحو انما اخطأ فی کتابه فی 80 موضعا لا تفقهها انت و امثالک. به ابو حیان اندلوسی، یک عالم تفسیر و لغوی، یک عالم برجسته، گفتند که سیبویه در علم نحو اگرچه پیشوای علم نحو است، سیبویه در علم نحو پیغمبر نیست. در حقیقت در کتابش، یک کتاب نوشته بود با نام کتاب، در کتابش در 80 موضع خطا کرده است که لا تفقهها انت و امثالک، تو و آن عالم هایی که در یعنی وزنی تو هست مثلی تو هست آنها به این گونه خطاگی ها فهم ندارن، نمیفهمند. یعنی این دلالت به چی میکنه؟ یا امام سیبوی امام علم نحو را 80 خطاگیش رو در یک کتاب بیان کردن که دیگر عالم ها به فهم این گونه خطاگی ها علم ندارن. یعنی علمی آنها کوتاهی میکند که از سیبوی خطاگی ها الا شیخ الاسلام رحمت الله علیه